رئیس جمهور پیشین افغانستان در پیامی به دنبال زلزله اخیر در شمال کشور مراتب تأثر و همدردی خود را با خانواده‌های قربانیان این حادثه ابراز کرد و بر لزوم شفافیت در روند کمک‌های داخلی و بین‌المللی به آسیب دیدگان تأکید نمود. در این پیام آمده است از تلفات و خسارات وارده در نتیجه زلزله اخیر در شمال افغانستان به ویژه در ولایات بلخ و سمنگان قلباً متأثر و اندوهگین شدم. از خداوند لایزال استدعای شفای کامل برای مجروحان و طلب مغفرت برای شهدای این حادثه المناک دارم. وی همچنین در بخش دیگری از پیام خود افزود که همدلی و کمک‌های بیدریغ هموطنان به ویژه مهاجرانی که از خارج کشور به یاری آسیب دیدگان می‌شتابند نشانه‌ای از وحدت و پیوند عمیق میان افغان هاست. او با اشاره به سخنان جاودانه مولانا گفت: افغان‌ها از اصل خیش دور نیفتادند و همواره در جستجوی روزگار وصل خیشند. رئیس جمهور پیشین کشور ضمن تقدیر از تاجران و خیرینی که همواره بدون نام و نشان در کنار مردم ایستادند گفت که تکرار حوادث طبیعی، بازگشت میلیون‌ها پناهجو از کشورهای همسایه و بسته شدن گذرگاه‌های مرزی چالش‌های جدی را فراروی مردم و حکومت افغانستان قرار داده است. او با انتقاد از روند مدیریت کمک‌های بشردوستانه توسط سازمان ملل متحد اظهار داشت که در طول 50 سال گذشته این نهاد بین‌المللی هیچگاه گزارشی شفاف از میزان کمک‌های اختصاص یافته به نام افغان‌ها و نحوه مصرف آن ارائه نکرده است. وی تأکید کرد که شفافیت در مصرف کمک‌ها باید در اولویت قرار گیرد. در ادامه پیام آمده است که افغانستان اکنون برخلاف گذشته در انزوا قرار ندارد و همکاری‌های منطقه‌ای با کشورهای آسیای میانه گسترش یافته است. او گفت: اکنون زمان آن رسیده است که گزارش شفاف از عواید و مصارف بندرهای حیرتان و آقینه در اختیار مردم قرار گیرد تا همگان از نحوه مصرف منابع عملی آگاه شوند و هویت خیش پیوند یابیم.